لئوهای عزیز، سال 2026 از هر نظر سال آمادگی برای یک جهش بزرگ شخصی برای شما خواهد بود، در حالی که در نیمه اول سال در پشت صحنه قدرت خودتون رو جمع می‌کنید. در نیمه دوم سال صحنه کاملا در اختیار شما خواهد بود. نیمه اول سال تأثیر ژوپیتر بیشتر بر درون متمرکزه و نشان دهنده چرخه‌ایه که آگاهی معنوی شما رو افزایش میده و با پشتیبانی نامرئی از شما محافظت میکنه. در این دوره وظایف پشت صحنه، شفای معنوی و پاکسازی ناخودآگاه ممکنه در اولویت قرار بگیره. این زمان بسیار پرباری برای رها کردن بارهای گذشته و آماده شدن برای دوران جدید خواهد بود. تأثیر خنثی اما مثبت ساترن و نپتون در زمینه‌های باورها، آموزش، موقعیت دانشگاهی، مسائل حقوقی و جهانبینی میتونه به شما کمک بکنه تا آرمان‌های خودتون رو بر پایه‌ای محکم‌تر بنا بکنید. در حالی که اهداف بلند مدت شما واضح‌تر میشن، ممکنه گاهی اوقات در مورد مسیر خودتون دچار تردید بشید. با این حال تأثیر اورانوس بر شغل و جایگاه اجتماعی، نیاز به تغییرات ناگهانی جهت، تحولات غیرمنتظره و آزادی در زندگی حرفه‌ای شما رو افزایش میده. ممکنه تغییرات غیرمنتظری در وضعیت شما رخ بده. خورشید گرفتگی در نشان آکواریوس در 17 فوریه 2026 تحولات مثبتی رو در زمینه‌های روابط، مشارکت‌ها و ارتباطات مهم به همراه خواهد داشت. همکاری جدید با تغییر در جهت یک رابطه براتون ممکنه اتفاق بیفته. ماه گرفتگی در نشان خوشه در 3 مارس 2026 تأثیر خنثی داره و باعث افزایش آگاهی در امور مالی میشه. بررسی درآمد و هزینه هاتون مفید خواهد بود. در نیمه دوم سال با عبور ژوپیتر به نشان شما یک چرخه شخصی جدید آغاز میشه. اعتماد به نفس شما افزایش پیدا میکنه، انرژی زندگی شما بالا میره، میتونید خودتون رو جسورانه تر، آشکارتر و قاطعانه تر ابراز بکنید. دوره ای از شانس بزرگ از نظر ظاهر و هدف زندگی در انتظار شماست. تأثیر اورانوس بر محافل اجتماعی و برنامه‌های آینده میتونه از طریق دوستی‌ها، تیم‌ها و پروژه‌ها تحولات ناگهانی اما پیشگامانه‌ای رو به همراه داشته باشه. در حالی که محافلی که شما رو به جلو سوق میده تقویت میشه، برخی از پیوندها ممکنه به طور طبیعی از هم بپاشه. خورشید گرفتگی در نشان لئو در 12 آگوست 2026 قدرتمندترین لحظه سال برای شما خواهد بود. این میتونه یک شروع شخصی، تصمیمی باشه که مسیر زندگی شما رو تغییر میده، یا شرایطی که در اون میگید که من اینجا هستم و کاملا خودتون رو ابراز میکنید. ماه گرفتگی در نشان ماهی در 28 آگوست 2026 انرژی مثبتی رو در زمینه‌های تجربیات مشترک، حمایت مالی و پیوندهای عاطفی ارائه میده. ممکنه باری سبک بشه یا حمایت مورد انتظار از راه برسه. با این حال حرکت برگشتی ونوس بین 2 اکتبر و 14 نوامبر 2026 بر لزوم احتیاط در مورد خانواده و روابط نزدیک تاکید میکنه. ممکنه اتفاقات ناگوار ارتباطی و حساسیت‌های عاطفی افزایش پیدا بکنه. فرصت‌ها و شانس‌ها سال 2026 سال آمادگی و آغاز یک تولد دوباره برای متولدین مرداد خواهد بود. نیمه اول سال ممکنه پاکسازی درونی و تعیین مسیر رو به همراه داشته باشه، در حالی که نیمه دوم ممکنه شاهد یک پیشرفت شخصی قدرتمند باشید. در هر زمینه‌ای که خودتون رو ابراز می‌کنید، دیده شدن و حمایت افزایش پیدا می‌کنه. حلقه‌های درست و تصمیمات شجاعانه بزرگترین فرصت‌های سال خواهد بود. مواردی که باید در نظر بگیرید: تغییرات ناگهانی در حرفه شما ممکنه باعث بی‌صبری بشه. مدیریت آگاهانه امور مالی در طول سال مهم خواهد بود. در دوره برگشتی ونوس اجتناب از تصمیمات عجولانه در امور خانوادگی و ارتباطات مفید خواهد بود. لئوهای عزیز، سال 2026 بر شما فرخنده. برای دریافت اطلاعات چارت شخصی خودتون میتونید از طریق دایرکت با من در تماس باشید.